الان فهمیدی چرا گفتم به دین نیاز داریم؟ ببین هر انسانی 3 تا نیاز داره. اولیش نیاز شخصیه. لباس، غذا، مسکن، تشکیل خانواده که الان واقعا اینا حسرت شده و آرزو شده. دومیش نیاز اجتماعیه. ما به قوانین و نظم نیاز داریم. 9 میلیارد انسان اگه قرار باشه قوانینی وجود نداشته باشه و سازمانایی وجود نداشته باشن خب به مشکل میخوریم. سومیش نیاز عالیه که خیلی‌ها فراموشش کردن. نیاز عالی پاسخ به سوالاتیه که نصف شب میاد توی ذهن شما. مثل چی؟ مثل اینکه بعد از مرگ چه اتفاقی برام میفته؟ قبل از به دنیا اومدن توی این جهان ما کجا بودیم؟ هدف و رسالت ما چیه؟ پروردگار کیه؟ چیزی که پاسخ این سوالات رو به تو میده دینه. علم نهایتا بتونه بهتون بگه که بعد از مرگ چه اتفاقی برای جسمتون میفته. حالا اگه دفع کنی مثال میگه فلان میشه، پود میشه و پودر میشه و چه اتفاقایی میفته، برمیگرده به طبیعت. بسوزونی فلان اتفاق میفته. علم نهایتا بتونه همینو براتون بگه. در وصف روح شما حرفی نداره علم. هیچ حرفی نداره. انسان فقط خونه نمیخواد، فقط نون نمیخواد. گاهی وقتا معنا میخواد.